سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. شما خوب است؟ شکر. اسم من ادیب الله، محصل انجینری هستم و شماره کارتم است 29. 29. خب چی تهیه دیدین بر ما امروز؟ امروز موضوع نظام و همچنان موضوع پارلمان که تحت اثر نظام می باشه بحث میکنیم. عالی، بفهمید. تشکر. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب استادان عزیز و همچنان بینندگان گرامی. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. این آیه کریمه در 3 جای قرآن به این اشاره میکنه که کسانی که آن چیزی که از طرف خداوند نازل شده اگر بالای بشریت تطبیق نکنند بیشک اونا فاسق هستند، کافر هستند و ظالم هستند. و در اینجا حال آمدیم که نظام پارلمانی یا نهاد پارلمانی در کدام نظام ارتباط داره. نظام پارلمانی یا نهاد پارلمانی یا ارگان پارلمانی ارتباط میگیره به نظام بشری که حمایتگر نظام پارلمانی همیشه در تاریخ یا دموکراسی بوده یا نظام های دیگه‌ای که ساخته بشر بوده اینها هستند. و نظام پارلمانی هم همچنان یک نهاد کفری گفته میشه به خاطر که تحت حمایت یک نظام بشری که نظام دموکراسی باشه قرار داره. به باور شما انتخاب کردن کسی رو آدم من حیث نماینده خود انتخاب کنه یا در پارلمان یا در جای دیگری این خلاف دین است؟ بله، البته ما وقتی که نظام بحث میکنیم در نظام اسلام خلافت اسلامی می باشه که یا امپراتوری اسلامی یا خلافت اسلامی که در تمام دنیا یک رهبریت یک به حساب وحدت وجود می داشته باشه بین امت. ببخشید همچون حکومت حالا در کجا است نامش بگیریم در دنیا؟ بله، کدام مملکت اصلا نظام اسلامی فعلا در دنیا وجود نداره. من از استدلال تو رو فهمیدم که قانون اساسی ما یک کاغذهای کفری است یا چطور؟ بالکل. خب ما کارت سرخ باید. درست است. ما قبول دارم به خاطر اسلام. تشکر. بله. تشکر.